الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 13 از آموزش توحید است و ان شاء الله تعالی در این حلقه اولا دلیل های را ذکر میکنیم که به مسئله در حلقه گذشته بیان کرده تعلق دارد. ما در حلقه دیروز وقتی که سوره یوسف آیت 108 را شرح میدادیم، در آخر این سوره، در آخر این آیت که الله سبحانه و تعالی خودش بیان کرده است سبحان الله و سبحان الله و ما انا من المشرکین، بیان نمودیم که دعوت نمودن به سوی حق، دعوت نمودن به سوی الله سبحانه و تعالی به واسطه شرک و کفر و بدعت و گناه جایز نیست و حرام است و این مخالف قرآن و سنت، مخالف منهج رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و قرون مفضله صحابه و تابعین و تبع التابعین است. بارک الله فیکم. و یک چند دلیل را به شما دیروز از آیات های قرآن و یک حدیث را هم، حدیث صحیح را هم از سنت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دلیل ذکر کردیم و استدلال گرفتیم و حجتش را بیان نمودیم که همه این دلیل ها دلالت می کند که دعوت نمودن به سوی اسلام به غیر راه شرعی، به راه های کفری و شرکی و بدعتی و گناهی حرام است و اسلام و دین شریعت و این راه مبین آشکار حاجت به این راه های کفری و شرکی و بدعتی و معاصی ندارد. حالا باشد باقی مانده دلیل ها را ذکر میکنیم. چرا؟ زیرا که امروز در حقیقت بسیارند انسان هایی که از اهل بدعت شب و روز تکرار میکنند که اگر گناه باشد هم یا که اگر راه بدعتی باشد هم، گناه نمیگن، اگر راه بدعتی باشد هم به واسطه این بدعت به اسلام دعوت کردن خوب است و این است و آن است میگن. برای همین ما این موضوع را خوبتر، واضحتر و حجتها و دلیلها را باز کاملتر میکنیم تا که در دل اهل توحید شبهه باقی نماند، تا که اهل توحید قوی در حجت آوردن باشد. یکی از صفتهای اهل توحید این است که دلیلشون همیشه همراهشون هست، دلیلشون یک چند دلیل است و واضح و روشن و آشکار است. دین ما واضح است، آشکار است، در اون هیچ غشی نیست، در اون هیچ شبهه، ریب، شک، شبهه نیست. دلیل دیگری که دلالت میکند که برای همکاری کردن با کفار، برای بدعت، برای غیر شرعی دعوت نمودن به سوی الله سبحانه و تعالی جایز نیست، این قصه وفد بنی عامر است، بنی عامر ابن صعصعه. زمانی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خودشون را به همین قبیله بنی عامر ابن صعصعه پیشنهاد کردند، گفتند مرا حمایت کنید تا که دین رو پیش بریم، تا که دین رو پیش بریم. و این چنین به اونها پیشنهاد کردند که دین رو، اول البته دین رو پیشنهاد کردند، گفتند دین رو قبول کنید، مرا حمایت کنید، یک جای دین رو پیش بریم. این قبیله بنو عامر ابن صعصعه گفتند که اگر ما تو رو، دینت رو قبول کردیم، تو رو کمک کردیم و بعد از این بر دشمنهای تو غالب آمدیم، دینی تو آشکار شد، امری تو آشکار شد، به همه رسید، بعد از این که تو وفات کردی آیا ما هم یگان نصیب در این دین داریم؟ ما هم برای کنترل کردن این دین، برای چیزی
خواسته خودمون رو در آوردن و برآوردن، یعنی داریم یا نداریم، یا که از ملک مثلا قبیله ما تا روزی آخرت یعنی امیر باید باشد، یا که اون نصیبی هست برای ما هم. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نکردن، نه نصیبی نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی گفتند؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الامر الی الله یضعه حیث یشاء. صاحب امر، صاحب حکم الله است، به کجایی که خواهد میگذارد. بعد از اینکه رسول الله این چنین جواب دادن، اونها سرکشی کردند، اونها قبول نکردند. یعنی وقتی که دیدند که از رسول الله هیچ فایده برای اونها گویا غیر از دین نیست، قبولش نکردند. البته این روایت از ابن اسحاق روایت شده است، در این چنین از ابن هشام روایت شده است در باب عرض کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم نفسش رو بر قبایل جلد اول. یعنی این قبیله به عوض کمکشون از رسول الله صلی الله علیه و سلم ملک خواستند، یعنی سلطه حکومت را خواستند که یک جزءش را به دست خود بگیرند، یا که تحالف بگیم، یعنی عهد و پیمانی که بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اونها فایده بیارد کردند، که البته رسول الله قبول نکردند. بگویم امروز یعنی عهد و پیمان کردن به علمانی، به حزبی ها، به علمانی ها، به دموکرات ها عهد و پیمان کردن، به اونها همکاری کردن، به اونها گفتن این که ما از شما حکومت از آن شما، یا که یک جزء حکومت از آن شما ما فقط میخواهیم دعوت کنیم، به همین واسطه دعوت کردن البته حرام است و جایز نیست. منهج ما واضح است، الامر الی الله، این الحکم الا لله. حکم از آن الله است، نظام از آن الله است، شریعت از آن الله است. یک ذرهش هم به دیگر انسان تنازل کرده نمی شود، به یک گروه تنازل کرده نمی شود. و این البته دلیل شدید است. و علما می آورند خیلی که علی بن خدیر و دیگر از علمای بزرگ به مانند حمود بن عقل شعیبی، که البته استادی این حمود بن عقل شعیبی یکی از مشایخ بزرگ اهل سنت و الجماعت است، استادی امروزه شیخ صالح الفوزان است، استادی ابن عثیمین و غیره است. و دلیل دیگر از حدیث صحیح که قصه وفد یعنی گروهی بنی ثقیف را یا که گروهی ثقیف را بیان میکرد. وفد ثقیف یک گروهی که به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله آمده بودند در 10 هجری میگند، در 9 هجری از طائف. از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی خواستند؟ زمانی که مسلمان شدند، این گروه مسلمان شدند، به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند، اما از رسول الله یک چند چیز خواستند، بعضی از شروط خواستند، یعنی بعضی از شرط ها رو گذاشتند. به زبان روسی شما اسلووی میگید، مسلمان شدند اسلووی گذاشتند. اعوذ بالله من ذلک. یکی از شرط هاشون این بود که گفتند ایبقى اصنامهم حتی يدخل الاسلام في قلوب العامه. یعنی گفتند که ای رسول الله صلی الله علیه و آله ما مسلمانیم، به نزد تو مسلمان اومدیم، از تو فقط یک چیز میخوایم. یک چند چیز خواستن، لیکن یک چیزی دیگر مهم میخوایم. همون بت‌هایی که امروز در طائف هست گفتند اجازت بدهید که ایستد. در بعضی روایت ها طلب کردند که یک سال دیگر این بت‌ها رو نشکنند ایستد. پیامبر قبول نکردند، گفتند یک ماه ایستد. قبول نکردند، گفتند یک وقتی کم ایستد. پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند یک لحظه هم گذاشتنش جایز نیست. رسول اکرم صلی الله علیه و آله رفض کردند، رد کردند این پیشنهاد اونها را، این شرط اونها را، این طلب این قبیله یعنی این وفد ثقیف را رد کردند. گفتند یک لحظه باقی ماندنی شرک، یک لحظه باقی ماندنی این بت‌ها جایز نیست و حرام است. گرچنده که این عمل مصلحت داشت، یعنی اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه بدهند، اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم اجازه میدادند که همین بت‌ها یک وقتی معین، کم وقت بعد از مسلمان شدنشون هم یک کمی دیگر در بین مردم این بت بیستد، یک بار بت رد نکنند، بت نشکنند، فایدهش چی بود؟ فایدهش این بود که مردم عامه آهسته آهسته، یعنی سختگیری نکرده، از شرک آهسته دعوت کرده به اسلام میاریم. یک بار به اونها سختگیری نمیکنیم، یک بار بت اونها را رد نمیکنیم. فایدهش این بود که اونها یعنی آهسته آهسته به اسلام همشون بیایند. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبول نکردند، گرچند که این عمل مصلحت داشت، اما شرک
باقی ماندن شرک گرچنده که مصلحت داشته باشد هم حرام است. به فایده اون نظر کردن حرام است. به واسطه شرک به اسلام دعوت کردن مردم حرام است. یک لحظه هم باید بود، اگر قادر انسان باشد در روی این زمین نباید بایستد، باید نابود کرده شود. سبحان الله. پس این دلیل بنا شدید است. و یا که دلیل دیگر خیلی که البته این قصه که ما ذکر کردیم در تمام کتب سنن و مسند احمد بن حنبل آمده است و این قصه معروف است و مشهور است و یعنی به اجماع علما این صحیح است. و دلیل دیگر خیلی که ثابت شده است، این قصه با بنی شیبان ابن ثعلبه است. یعنی این قصه رسول اکرم صلی الله علیه و با این قبیله است. پیامبر صلی الله علیه و دین رو به این قبیله بنی شیبان ابن ثعلبه پیشنهاد کردند. گفتند مسلمان شوید، دین قبول کنید، من حمایت کنید. خیلی که این مسئله پیشتر هم به دیگرها هم کردند. این چنین به اهل مدینه هم کردند و در آخر به اهل مدینه به مدینه اومدند و به اهل مدینه اسلام رو نصرت دادند. برای همین لقب اهل مدینه رو انصاری، در همون زمان انصار میگفتند، یعنی کمکچی ها، کسانی که پیامبر رو قبول کردند، دینش رو قبول کردند و نصرت دادند و کمک دادند بدون یگون طلب چیزی، بدون شروط. الله اکبر. این یعنی قبیله هم بنی شیبان ابن ثعلبه به پیامبر صلی الله علیه و آله وعده دادند که گفتم ما دینت قبول میکنیم، ای محمد صلی الله علیه و آله تو رو هم حمایت میکنیم، اما فقط دون که ما فقط تو رو مقابل عرب ها حمایت میکنیم. یعنی وقتی که به تو عرب ها هجوم کرد یا عرب ها چیزی کرد، ما تو رو از عرب حمایت میکنیم، اما ما مقابل کسرا یعنی همون وقتی نه دولت فارس مجوسی ها تو رو حمایت نمیکنیم. البته رسول اکرم صلی الله علیه و آله راضی نشدند. رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی گفتند؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند ان دین الله لا ينصره الا من حاطه من جميع جوانبه. این دین الله است، هرگز الله نصرت نمیدهد. یعنی هیچ کس این دین رو بگیم این دین رو هیچ کس نصرت داده نمیتواند مگرم همون کسی که از جمیع جوانبش، از همه جانبش احاطه کرده باشد. یعنی تو دین رو میخواهی که نصرت میدهی، تو میخواهی که دین رو کمک بکنی، از همه جهت کمک کن. یک طرف رو ترک کردن و طرف دیگر رو کمک کردن، از یک طرف مشرک شدن، طرف دیگر رو دعوت کردن، البته این جایز نیست. خیلی که در احادیث صحیح آمده است، اسنادش رو جید میگویند. امام بیهقی روایت میکنند و عموما این معروف است. یا که حدیث سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه که امام مسلم روایت میکنند. امام مسلم در کتاب صحیحشون، در کتاب فضائل الصحابه، فضیلت های صحابه، این حدیث رو روایت میکنند از سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه که میگند قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم و نحن نفر 6. با همراهی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بودیم در اول اسلام، در بین قریش یعنی در مکه ما 6 نفر بودیم. سعد بن وقاص میگه ما 6 نفر بودیم. فقال المشركون، مشرکا به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند اطرد هؤلاء عنك فلا يجترئون علينا. ای محمد صلی الله علیه و سلم، انمی 6 نفری که در گرد و اطرافت است، همین رو از نزد خودت بیرون، اونها رو از خودت دور کن، از پیشت پیش کن، دور کن، تا که اونها جرأت نکنند که بر دین ما سخن گویند. اونها را خاموش کن، اونها را از پیشت دور کن که به دین ما سخن نکنند، دین ما رو بد نکنند، انکار نکنند. فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم شيء صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحدث به نفسه فانزل الله. یعنی وقتی که مشرکین به رسول اکرم صلی الله علیه و آله این پیشنهاد رو کردند، به قلب رسول اکرم صلی الله علیه و آله چیزی واقع شد. یعنی پیامبر صلی الله علیه و آله فکر کردند
و در همین حالت الله سبحانه و تعالی آیتی را از قرآن نازل کرد که گفت ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ای محمد صلی الله علیه و سلم، آنانی که ربشون را، اللهشون را عبادت میکنند و یکتا میدونند و موحدند و اللهشون را شب و روز عبادت میکنند و تنها الله را میخواند و مخلصند، اونها را از خدا دور نکن. این روایت امام مسلم است. مشرکین چی خواستند؟ مشرکین خواستند که محمد صلی الله علیه و سلم صحابگانشان، دوستانشان را دور کند و به نزد قریش به مجلس اونها راه یابد. یعنی ببینید، قریش مشرکینی که در مکه بودند در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم یک مجلس داشتند. این مجلس شرف، شرفا، آدم‌های بزرگی همون قبیله قریش، یا که بگیم آدم‌های بزرگی مکه، مشرک‌ها از همه آدم‌های گویا که بگیم اثرگذار، آدم‌های فضیلت‌دار، آدم‌های از همه گویا که بهترین همون قوم، بویترین همون قوم، بزرگترین همون قوم، قویترین همون قوم، از همه آدم‌های شرفمند گویا که به همون مجلس حاضر می‌شدند. قریشی‌ها گفتند محمد صلی الله علیه و سلم، ما تو رو همچون یک آدم بهترین قریش به همون مجلس اجازت میدیم، به یک شرط. در گرد و اطرافت بوده این شاگردها را بگویم صحابه ها را دور کن. الله یک باره چی کرد؟ رد کرد. گرچنده که این مصلحت داشت یا نداشت، بله پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابگان را از پیششان گویا که یک طرف گذارند، دور کنند و به مجلس این بزرگ‌های یعنی قبیله قریش، به مجلسی از همه بزرگترین گویا که مشرک‌ها بروند و در درون مجلس بنشینند و اونها را دعوت به توحید بکنند و اونها به دین اسلام گرود و اونها دین را قبول کنند. شاید به واسطه اونها چقدر انسان‌ها مسلمان شود. فایده داشت یا نداشت؟ داشت. مصلحت داشت. با اهل شرک از همه بزرگان قبیله نشسته اونها را به اسلام دعوت کردن مصلحه بزرگ داشت. بزرگ داشت، مصلحت داشت، اما قیمتش حرام بود. به قیمت حرام، به عوض حرام. حرام چی؟ حرام دور کردن اهل توحید از خودشون که الله سبحانه و تعالی حرام کرد. ولا تطرد الذين يدعون ربهم. نه، هیچگاه اهل توحید دوستانت را به مشرکین به خاطر مشرکین دور نمی کنید. هیچگاه به خاطر مصلحه دعوی، به خاطر مصلحه، به خاطر دعوت کردن مشرکین اهل توحید را از خودت دور نمی کنی. به خاطر اهل بدعت شده اهل توحید را از خودت دور نکنی. برادر و خواهرم، همیشه با همراهی اهل توحید باش، اهل سنت باش. به خاطر اهل شرک، به خاطر اهل کفر، به خاطر اهل بدعت، به خاطر اهل قبوری و صوفی از اهل توحید دور نشو. این امر الله است، گرچنده که فایده داشته باشد. بارک الله فیکم. و این چون در قصه نظر کنید، دلیل دیگر قصه عبدالله ابن مکتوم به نزد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میآید و میگوید که مرا یعنی راهنمود کن. سوال میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که در نزد بزرگان و عظمای مشرکین نشسته بودند کمی اهمیت نمیدهند. به عبدالله ابن مکتوم، به عبدالله ابن مکتوم اینقدر اهمیت خوب نمیدهند. مشغول به دعوت بزرگان مشرکین قریش بودند. الله سبحانه و تعالی اولین آیت سوره عبسه را نازل میکرد. عبسه و تولی ان جاءه الاعمى. رویش را ترش کرد و گردانید، یعنی رویش را کمی ناراحتانه گردانید زمانی که به نزدش اعما یعنی یک نابینا آمد. نابینا عبدالله ابن مکتوم. گرچنده که مشغول شدن به دعوت مشرکین بینهایت مصلحه داشت، اما باید به اهل توحید خوبتر و بزرگتر انسان باید اهمیت بده. پس ببینید اینقدر قصه ها زیاد است و این چنین از همه دلیل باز قوی این حدیث صحیح است که الله سبحانه و تعالی میگوید در حدیث قدسی، حدیث صحیح است که در سنن و مسند و این چنین در والله علم صحیح مسلم آمده است. الله سبحانه و تعالی میگه، رسول الله صلی الله علیه و آله میگن که الله میگه
انا الله میگه من بیزار هستم، بری هستم از شرک و مشرکین. اذا اشرک عبدی معی ترکته و شرکه. اگر بنده من یک عملی را کند و در همین عملش مرا شریک سازد، یعنی به من شریک سازد، مشرک شود، من هم خودش را و هم شرکش را ترک میکنم. انا ترکته، من خودش را ترک میکنم و شرکش را ترک میکنم. یعنی این دلالت میکند که انسان به خاطر دعوت شرک کند هم الله این انسان را ترک میکند، این عملش را هم ترک میکند، این دعوتش را هم ترک میکند، همه‌اش را ترک میکند. انا ترکته و شرکه. بارک الله فیکم. و این چون حدیثی دیگری که امام مسلم روایت میکنند از ابی هریره رضی الله عنه که میگویند ان الله طیب لا یقبل الا طیبه. الله طیب است، خوب است، زیبا است، پاک است و بجز پاکی دیگر چیز را قبول نمی کند. پاک این توحید است، شرک و کفر این ناپاکی و خباثت است. پس به خاطر، یعنی به واسطه بدعت من به اسلام مردم را دعوت میکنم. ما نباید بدعت را انکار کنیم، نباید شرک را انکار کنیم، نباید این کنیم و آن کنیم. البته این همه سخنهای اهل بدعت است، ما از اهل اونها نیستیم، ما اینها را رد میکنیم. بلکه ما باید همیشه شرک را رد بکنیم، کفر را رد بکنیم، گناه را رد بکنیم، بدعت را رد بکنیم. بدعت درجهش معروف است که از گناه کبیره بالا است. اول شرک اکبر است، بعد شرک اصغر است، بعد بدعت است و بعد گناه کبیره است. اما امروز میبینید که بعضی ها به واسطه ذکر، صوفی ها به واسطه ذکر، به واسطه نمازهای مثلا در مابین شعبان، در بین شعبان یک شبی رو عبادت میگویند و اینقدر اونقدر مردم رو جمع میکنند و نصیحت، یا میگن ما به واسطه ماه رجب، یعنی شب رجب، ماه رجب، روز رجب، یا میگن به واسطه شب اسراء و معراج، شب اسراء و معراج میگن یک جشن میگیریم، همین مردم رو جمع میکنیم، به همین واسطه مردم رو دعوت میکنیم. خود شما میدانید که به واسطه مولود ما به بسیار انسان ها میگیم که برادران عزیز، شما اگر از اهل توحید باشید رد بکنید، این عمل رو ترک بکنید، نکنید، مولود جشن نگیرید، مولود پیامبر صلی الله علیه و آله رو. میگن ما از اهل توحیدیم، اما ما جشن گرفتن مولود رو همچون وسیله گرفتیم، یعنی به همین وسیله دعوت میکنیم. امروز راه دعوت کم است، به همین واسطه مولود به مردم توحید میرسانیم، سیره رسول الله را میآموزیم، یعنی به واسطه مولودی که بدعتی هست. یا به واسطه ذکر، میگن ما به حلقه های صوفی ها ذکری میرویم، یعنی ذکرهای بدعتی صوفی ها رو میکنیم و بعد از این دعوت به سوی توحید میکنیم. با سبحان الله دیگر از نمودهای بدعت. یا با این مفتیات امروزه طاغوت پرستی میرویم، با این مفتیات عمل میکنیم، قطعی این مفتیات کار میکنیم، در مفتیات کار میداریم و گرچنده که کفر بر طاغوت رو نکنیم هم، لیکن آهسته آهسته دعوت میکنیم. حرام است، والله حرام است. شریعت، دین هیچ نیازی به این نمودی دعوت ها ندارد. الله سبحانه و تعالی نیاز ندارد. الله گفت به سوی الله دعوت کن و به راهی که الله و رسولش نشان داده است، به همون راه به سوی الله دعوت کن، نه به راه مشرکین. خودت از مشرکین نباش، خودت از مشرکین نباش، یعنی به راه شرکی نه. من میخواهم که به اسلام خدمت کنم به واسطه حزب. بله حزب کمبودی ها دارد، اما کمبودی ها رو چشم میشیم. البته این همه بدعت است. امروز بدعتی نوی برآمده است. البته همه شما میدونید که میگن بیایید مسلمان ها وحدت بکنیم، یعنی میگن وحدت کردن مسلمان ها، جمع شدن مسلمان ها از توحید پیش میاد. ما اینقدر توحید نگوییم، اول بیایید جمع شویم بعد توحید میگوییم. اول جمع، اول وحدت، بعد توحید. یعنی معناش به عربی است که وحدت الصفوف قبل التوحید. والله بالله تالله این سخن کفر است و شرک است. ما با چی باید توحید بکنیم؟ ما با چی باید جمع بشویم؟
ما با چی باید وحدت بکنیم؟ با توحید باید وحدت بکنیم. الله خودش در سوره آل عمران بیان کرد و گفت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. ای مسلمان ها، همه شما به حبل الله چنگ بزنید و تفرق نشوید، جدا نشوید. حبل الله به چنگ زنید. حبل الله چی است؟ این قرآن و سنت است، این توحید است. حبل الله این توحید است. ما باید به توحید دست جمع باشیم، ما به توحید باید وحدت بکنیم. اما اول وحدت بکنیم بعد توحید. ما پس به چی وحدت میکنیم؟ به کفر و شرک، به بدعت و فسق و نفاق. البته این حرام است. پس بیایید برادران عزیز، بیایید خواهران بزرگوار، بیایید متفکرین، به توحید وحدت بکنیم. همه موحد باشیم، بر بالای توحید چنگ بزنیم، توحید رو آموزیم و عمل کنیم. والله بالله تالله به ما حزب بازی لازم نیست، به ما هیچ چیزی لازم نیست. بیاید موحد شویم. موحدین انا منها حزب الله هستند. آنانی که توحید دارند، آنانی که کفر بر طاغوت دارند، الولاء و البراء دارند، انا منها در حزب الله هستند. انا منها غالبونند، انا منها نجات مییابند، انا منها به همه غالب میشوند. والله اگر همه ما به توحید چنگ بزنیم، توحید آموزیم، عمل بکنیم، فهمانیم، والله بالله تالله در یک مدت کم ما تغییر مییابیم، عزت مییابیم، عزت پیدا میکنیم و در حقیقت به الله سبحانه و تعالی چی میشویم؟ نزدیک میشویم، عزیز میشویم. یا که میگویند اهل بدعت، این چنین شعاری یک بدعتیشون این است که میگویند آن چیزی که اتفاق کرده ایم به همون وحدت بکنیم و آن چیزی که به هم دیگر اختلافمون هست بیایید به یک طرف گذاریم و یک دیگر رو عذر بدهیم. به مانندی مثلا صوفی ها بگیم، یا که عادتا این سخن از یعنی مبتدعه های مشرک های عادتا مرتد های سیاسی میبرد. به مانندی حزبی ها، آن مسلمان هایی که حزبی هستند. البته دانید که ما تمام حزب های کفری رو میگیم همه اش کفر است. به حزب کفری دیده و دانسته اعضا شدن، همونها رو کمک کردن، این کفر است. همون انسان کفر میشد. حزب دموکراتی و غیره و غیره، اعضا شدن این شرک است و کفر است. اما سخنی ما درباره حزب میرود که یک ایده از مسلمان ها حزب میسازند، نام حزب اسلامی مانند یا نمانند، حزب میسازند و میگن که به واسطه همین حزب ما باید اسلام پیش بریم. ما میبینیم که این حزب سبحان الله دعوای دموکراتی میکند. این حزب الولاء و البراء به خاطر حزب دارد. این حزب یگان یعنی حرمت به توحید ندارد، به اهل توحید میجنگه. این حزب شرکی و کفری است. برای همین ما این حزب را قبول نداریم. برای همین میگم که اسلام حاجت به حزب گرایی نیست. حزب این خودش طاغوت است. حزبی که در اسلام است حزب توحید است. موحد شو تو در حزب الله هستی. چخلی که در سوره مجادله آمده است، الولاء و البراء کفر بالطاغوت کن، تو در حزب هستی، در حزب الله، در حزب موحدین هستی. اعضا شدن موحد شدن است. موحد بشو. اما این حزبی ها شرط میگذارند، میگن که بیایید اینقدر به هم دیگر مخالفت نکنیم. شما از اهل توحید باشید، ما هم خیر کمی اهل توحید هستیم، بسیار نباشد هم. بیایید اون چیزی که بین من و شما اتفاق است به همین خاطر یک جا شویم. مثلا قبله ما یک تا است، قرآن ما، کتاب ما قرآن است، پیامبرمون محمد صلی الله علیه و آله است، یعنی همون اله ما، معبود ما الله است. به همین چیزهای اساسی یک جای شویم و هر اون چیزی که بین من و شما اختلاف است، مثلا ما دموکرات میگوییم، میگه حزبیو، خیر شما نمیگوید، بیاید شما به ما عذر بدهید، ما به شما عذر بدیم. ما میگیم لا والله. اهل سنت و جماعت میگن نه والله، قسم به الله هرگز به این ما راضی نیستیم، هرگز، والله بالله تعالی راضی نیستیم، کلا هرگز. شما عذر ندارید، اهل بدعت، اهل شرک و اهل کفر، شما هیچ عذری ندارید. به شما ما هیچ عذر نمیدیم. شما دیده و دانسته راه کفر رو اختیار کردید. باز میخواهند که اهل توحید به اونها عذر بدهند. پس ببینید همچنین راه ها راه های دعوت نیست. ما باید از همچنین راه ها خودمان رو پرهیز بکنیم. اما افسوس که امروز چقدر طالب علم ها 20 سال و 10 سال خونده است، زن و مرد خونده است، میبینید که با همراهی همین اهل بدعت است. میگوید که خیر ما چیکار بکنیم؟ من به چندین نفر طالب علم ها میگم این عمل درست نیست، با واسطه حزب دعوت نکن.
میگه خیر چیکار کنیم؟ بیچاره ناامید است، در راه دین ناامید است، دلالت میکند که عقیده ندارد، توحید ندارد. پس برادرم، طالب علم را دیدی که به واسطه شرک و بدعت و گناه و یعنی کفر دعوت میکند، دان که این از اهل توحید نیست، به یک طرف ترکش کن. طالب علم را دیدی که به واسطه حزب به اسلام دعوت میکند، ترکش کن. چرا که راه حزب راه بدعتی هست، راه کفری هست. به واسطه بدعت، به واسطه بجمعیتی، به واسطه یعنی کفری با اهل بدعت همکار شدن و به واسطه اونها به توحید دعوت کردن، این ناممکن است، این جایز نیست. باید راه اهل سنت و الجماعت واضح باشد، کشاد باشد و الولا و البرا زنده باشد، هیچ آمیخته به دیگر راه نباشد. چگونه نمیتوانی؟ یعنی اینقدر طالب علم بیچاره ناامید شده است که بسیاریش با همراهی همونها میرود. شاید امید به کرسی دارد، شاید امید به مبلغ دارد، شاید امید دارد. پس امید تو به الله کجا شد؟ تو خودت میدانی که الله رزاق است، تو خودت میدانی که الله خودش نصرت دهنده و کفالت گیرنده دعوت کننده است. پس چرا به اونها امید کردی؟ چرا به واسطه اونها دعوت میکنی؟ بیا خودت دعوت به سوی الله کن. پس طالب علم اهل سنت و الجماعت دعوتش باید صاف و بیغبار و دور از همه فرقه ها و گروه ها و از همه غرضمندان دور باشد و در حالت دعوت کردنش غرض بجز الله سبحانه و تعالی نداشته باشد، خواست بجز اخلاص نداشته باشد. خواستش، نیتش، مقصدش، آرزویش تنها رسیدن به رضایت الله سبحانه و تعالی باشد. پس برادرم و خواهرم، اولین واجبیت تو این است که به سوی توحید دعوت بکنی و دومین واجبیت تو این است که به سوی توحید و به سوی الله برای شرک و کفر و بدعت و گناه دعوت نکنی و به این چنین فرقه های بدعتی، به واسطه فرقه های بدعتی هم دعوت نکنی. هیچگاه از کم بودن جماعت توحید، هیچگاه از تنها بودنت، هیچگاه از غریب بودنت شکست نخور، غمگین مباش. این راه همین است، این راه همین است. شب و روز ما طعنه می نوشیم، شب و روز ما طعنه می شنویم که تنها هستی، کسی نداری، اهل توحیدی که تو میگویی کم است. والله فرقی ندارد. رسول الله گفتن جاء الاسلام غریبا و سيعود غریبا و طوبى للغرباء. اسلام به غریبی آمد، به یک نفر و دو نفر است و زود است که غریب می شود، زود است که اهل توحید کم میمانند و خوشا بهار غربا. حدیث 100% صحیح است. پس غمگین نباش. و دلیل دیگر این است که علمای سلف این امت، صحابگان، تابعین، تبع التابعین اجماع میکنند به این که به واسطه حدیث ضعیف مردم را به یک عمل، فضیلت عمل دعوت بکنی. مثلا بعضی عمل ثابت است، مثلا نماز فجر بامداد به قرآن به سنت صحیح ثابت شده است که 2 رکعت نماز است، اما بعضی آدم میآید یک حدیث ضعیف میگوید که یعنی اینقدر ثواب دارد، همون نماز بامداد اگر خونی اینقدر ثواب دارد، یعنی مصلحت دارد. مسلمان ها دلش به همین خاطر حدیث صحیح می شود، دلش باز ملایمتر می شود، باز به عمل نزدیکتر می شود، باز کوشش میکند، مصلحت دارد. اما اجماع میکنند سلف این امت که حرام است، نباید ما به واسطه حدیث صحیح مردم رو دینش رو پیش بریم. و علمای اهل سنت و الجماعت، اون کسانی که اجماع کردنشون یعنی حجت گرفته می شود، اجماع میکنند، تمام علمای اهل سنت و الجماعت اجماع میکنند که مولود رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را جشن گرفتن حرام است، این بدعت است و به همین واسطه دعوت میکنم. گفتن هم بدعت است، گرچه که مصلحت دارد. بله، مولود پیامبر صلی الله علیه و سلم را جشن گرفتن بعضی از مصلحت دارد، مردم را جمع میکنید، دعوت میکنید، اما خودش که بدعت است، به واسطه بدعت دعوت کردن حرام است. پس این بود دلیل ها و دلیل های زیادی دیگر وجود دارد. بارک الله فیکم. و سخنهای علما زیاد. ما به شما تنها دیروز و امروز آیات ها و حدیث ها را ذکر کردیم و این چنین حدیث های دیگر وجود دارد و سخنهای علمای دیگر وجود دارد.
سبحان الله. پس علما اگر اجماع کرده باشند که با واسطه بدعت دعوت کردن جایز نیست، چی برسد به شرک و کفر. اما امروز میبینید که بعضی انسان ها شب و روز گمان میکنند که خدمت دارن میکنند به واسطه شرک و کفر. این خدمت نیست، این خدمت به شرک و کفر است. پس بیایید توحیدمون توحیدی صحیح باشد، توحیدمون واضح باشد، آشکار باشد، عقیده امون صحیح و درست و واضح و آشکار باشد. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این مسئله رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی در حلقه آینده حدیث ها رو